سلام، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. من مصطفی فخامی ام و اینجا کانال یوتیوب مسویه. با توجه به اینکه داریم نزدیک میشیم به امتحان ریاضی پایانیتون، توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ مبحثی که فوق‌العاده برای امتحان نهاییتون مهمه. فصل هندسه برای بچه‌های 11 تجربی. توی این فصل مبحثی که خیلی مهمه اثباتاتونه و رسم‌هاتون. یعنی یه سری قضیه دارین که باید اثباتاشو یاد بگیریم و یه سری شکل دارین که باید بتونین رسمش کنین، مثلا مثل رسم نیمساز، مثل رسم عمود منصف و حالا الی آخر. توی این ویدیو می‌خوایم تمام قضیه هایی که اثبات نیاز دارن رو اثبات کنیم و چند تا از رسم های مهم هم براتون بکشیم. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. قبل اینکه وارد این ویدیو بشین خوشحال میشم حتما لایک رو بزنید، اون زنگوله رو هم بزنید و ما رو دنبال کنید تا هر فیلمی که گذاشتیم بلافاصله براتون بیاد و بتونین ازش استفاده کنید. خب اولین قضیه که میخوام براتون اثبات کنم اینه که میگه آقا هر نقطه که روی عمود منصف یک پاره خط باشد از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است. این یعنی چی؟ میگه آقا فرض کنین یه پاره خطه و اینم عمود منصفش باشه. اگه شما بیای یه نقطه دلخواه روی این در نظر بگیری، مثلا اسمش هم بذار M، اون موقع فاصله این M تا این سر پاره خط یعنی طول پاره خط AM مساوی میشه با فاصلش تا این سر پاره خط یعنی BM. یعنی تو میخوای اینو اثبات کنی که آقا پاره خط AM اندازش مساوی میشه با پاره خط BM. خب حالا بریم سراغ اثباتش. ما میدونیم که این پاره خط اینجا یعنی این MH ما عمود منصفه. از اینکه عمود منصفه نتیجه میگیری اولا که این H1 و طبیعتا این طرف مثلا بذاری H2 90 درجه. این عمود منصف بود دیگه، پس اینو نصف کرده، آبیمون نصفه، پس میتونی بگی آقا AH مساوی میشه با BH. چرا؟ بنا به فرض مسئله. خب ثانیاً شما دیدین که H1 هم مساویه با H2 بود دیگه، زاویه H1 مساوی میشه با زاویه H2. چرا؟ چون هر دوتا 90 درجه، اینا مساوی با 90 درجه هر دوتاشون. دلیل سومی هم که میتونی بیاری اینه که آقا این MH ما مشترکه، MH مساوی میشه با MH. ما داریم چیکار میکنیم؟ داری ثابت میکنی که این مثلث این طرف، مثلا اینو بذار مثلث شماره 1 هم نهشت هست با مثلث شماره 2. با توجه به این دلایلی که نوشتی، دو تا مثلثی که مشخص کردم برات یعنی مثلث MHB هم نهشت هست با مثلث MHA. قبوله؟ خب بنا به چه حالتی؟ بنا به حالت دو ضلع و زاویه بین. حالا که اینا هم نهشتن پس اجزای متناظرشون با هم برابره. یعنی چی؟ الان از این میتونی نتیجه بگیری که آقا AM شما مساوی شد با BM، چون این دوتا مثلث هم نهشتن پس اندازه این دوتا باید با هم برابر باشه. خب پس ثابت کردی که اگه یه نقطه دلخواه روی عمود منصف یه پاره خط در نظر بگیری، فاصلش تا دو سر اون پاره خط به یه فاصله است. این قضیه یه قضیه برگشت پذیره. حالا قضیه برگشت پذیر یعنی چی؟ یعنی قضیه‌ای که هم خودش درسته، یعنی مثلا داری A آنگاه B، هم این درسته یعنی B آنگاه A هم درسته. خب عکس این قضیه چی میگه؟ میگه آقا اگر نقطه‌ای از دو سر یک پاره خط به یک فاصله باشه، اون موقع روی عمود منصفشه. ببین بعد اینو برعکس کنی، جای فرض و حکم برعکس بشه. بگی اگر نقطه‌ای از دو سر یک پاره خط به یک فاصله باشه، اون موقع روی عمود منصفشه. حالا دوباره بیا یه پاره خط برای خودت رسم کن. فرض کن اینو نهایی بهت داده، میخوای اثباتش کنی. یه پاره خط برای خودت رسم کن، اسمش هم مثلا بذارم اون آبی. یه نقطه اینجا در نظر بگیر و اسمش هم هر چی دوست داری بذار، مثلا من میذارم M. بگو میدونی که فاصله AM مساوی میشه با BM. یعنی اینو میدونی، تو الان میدونی که AM مساوی با BM هست. حالا چی رو میخوای ثابت کنی؟ میخوای ثابت کنی که این نقطه روی عمود منصف این پاره خطه. برای ثابت کردنش دوباره باید بری از هم نهشتی مثلث ها استفاده کنی. بیا بگو آقا میای از این نقطه M به وسط آبی وصل میکنی. یعنی فرض کن از این M بیای وسط آبی رو وصل کنی. هنوز نمیدونی که این زاویه 90 درجه‌ایه. اسم اینجا رو مثلا بذار H. شما تنها چیزی که میدونی که آقا AH مساوی با BH هست.
چرا؟ چون خودت اومدی گفتی آقا بیا نقطه M رو به وسط آبی وصل کن. اینا رو باید بنویسیم تو نهایی‌ها. یعنی به فارسی قشنگ می‌نویسی نقطه M را به وسط آبی وصل می‌کنی. خب میخوای ثابت کنی این دوتا مثلث هم نهشتن. یه دلیل که شد آقا AH مساوی با BH، چرا؟ بنا به فرض کردیم دیگه اینجا وسطش باشه. دلیل دیگه هم آقا شما دیدی که AM مساوی با BM بود دیگه، اینو که اصلا همون فرض اولیه سوالمون بود. خب دلیل بعدی آقا اینه که MH مشترکه. MH توی هر دوتا مثلث هست. پس این مثلث های شما بنا به حالت سزل با هم نهشتن. کدوم مثلث؟ همین دوتا مثلث اینجا دیگه، این مثلث و مثلث سمت راست. حالا که اینا هم نهشتن، شما میتونی از تساوی اجزای متناظرش استفاده کنی. چه نتیجه میگیری؟ نتیجه میگیری که زاویه H1 مساوی میشه با زاویه H2. درسته؟ خیلی خوب. قبول داری جمع H1 و H2 هم داره میشه 180 درجه. ببین اینجا H1 و H2 رو با هم جمع کنی، جمعشون میشه 180. H1 به علاوه H2 هم مساوی شده با 180. دو تا زاویه به من بگو که با هم برابرن، با هم جمع بشن میشن 180. اون دو تا زاویه مجبورن 90 باشن دیگه، یعنی H1 مساوی میشه با H2 مساوی میشه با 90. خیلی خوب. حالا شما اینجا آقا اینو فهمیدی که AH مساوی با BH چون وسطش بود، نقطه H وسط آبی بود. از طرفی H1 و H2 هم 90 درجه. خب اون پاره خطی که هم اینو نصفه کرده هم بهش عموده، مگه عمود منصف نمیشه؟ نقطه M هم که شما اومدی این پاره خط رو کلا از نقطه M رسم کرد، یعنی قطعا نقطه M روش هست دیگه. پس این نقطه M روی عمود منصف بود و حکم ثابت شد. مسئله بعدی که از این عمود منصف طراحی میشه رسم عمود منصفه. رسم عمود منصف کاملا با استفاده از همین مفاهیمیه که الان اومدیم با هم دیگه اثبات کردیم. یه پاره خط بهت میده، میگه آقا این پاره خط آبی، شما بیا عمود منصف این پاره خط رو رسم کن. خب ببینید ما برای رسم یک خط دو تا نقطه نیاز داریم دیگه. فرض کنیم پاره خط آبیه، گفته عمود منصفش رو رسم کن. ما دو تا نقطه میخوایم که بتونیم یه خط رو رسم کنیم. نقاطی که روی عمود منصف بودن چه ویژگی داشتن؟ این نقاط باید از دو سر پاره خط به یه فاصله می بودن. خیلی خوب. شما میگی آقا این پاره خط شما مثلا اندازش چقدره؟ مثلا 4 سانت. دهانه پرگار تو میای بیشتر از نصف 4 سانت باز میکنی. نصف 4 سانت میشه 2 سانت. تو مثلا میای 3 سانت باز میکنی. فرض کنید حالا من با پرگار نمیکشم دیگه، تقریبی میشه. دهانه پرگار رو باز میکنی، به مرکز آ میای یه کمان میزنی که این خط رو قطع کنه و از این طرف ادامه داشته باشه. دهانه پرگار رو دست نمیزنی، این دفعه به مرکز B یه کمان دیگه میزنی تا این کمان رو توی دو تا نقطه قطع کنه. حالا شما دهانه پرگار رو به یه اندازه باز کرده بودی دیگه، یعنی مثلا اگه این فاصله اینجا باشه 5 سانت، این فاصلت هم 5 سانت دیگه، چون دهانه پرگار رو دست نزدی و این شعاع دایره‌ایه که داری رسم می‌کنی. خب این نقطه از دو سر آبی به یه فاصله است، این نقطه هم همینجوری. حالا اگه بیا این دو تا نقطه رو به هم وصل کنی، یعنی بیای خطی رو بکشی که از این دو تا نقطه رد بشه، این خط قطعاً عمود منصف پاره خطته. پس این هم شد رسم عمود منصف یک پاره خط. قضیه بعدی که می‌خوایم ثابت کنیم قضیه‌ای که مربوط میشه به نیمساز. میگه آقا هر نقطه‌ای که روی نیمساز یک زاویه باشه از دو ضلع زاویه به یک فاصله است. یعنی چی؟ فرض کن این یه زاویه است و این خطی هم که اینجا کشیدم نیمسازه. یعنی شما میدونی که O1 مساویه با O2. اینو شما پس میدونی که O1 مساویه با O2. میخوای ثابت کنی که اگه یه نقطه روی این در نظر بگیری، مثلا یه M در نظر بگیری، اون موقع این MH شما مثلا اینجا رو بذاری H مساوی میشه با MH پریم. میخوای ثابت کنی که این دو تا پاره خط با هم برابر. خب دوباره برای اثبات میریم سراغ هم نهشتی مثلث ها. اولا شما دیدی که زاویه O1 مساوی میشه با زاویه O2. این دو تا مثلث هم قطعا قائم الزاویه است دیگه، چون فاصله میشه طول پاره خط عمود، یعنی فاصله M تا این ضلع میشه پاره خط عمود به این فاصله هم همینجوری میشه پاره خط عمود. پس این دو تا مثلث شما مثلث های قائم الزاویه است. ثانیاً شما میدونی که این پاره خط OM مشترک توی هر دو تا و این پاره خط OM چیه؟ وتر دیگه. خب شما بنا به حالت یک زاویه تند و وتر، یعنی وتر و یک زاویه، ثابت کردی که این دوتا مثلثی که گفتم با هم دیگه هم نهشتن. حالا شما تو نهایی دوتا مثلث نکشین، اسمشو بنویسیم. این قضیه هم یه قضیه برگشت پذیره. حالا
عکس این قضیه چی میشه؟ میگه آقا اگر نقطه ای از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله باشه، اون موقع روی نیم سازش قرار داره. شما بیا دوباره یه زاویه برای خودت بکش، نقطه ای رو در نظر بگیر که از دو ضلع زاویت به یه فاصله باشه. مثلا این یه زاویه است، اینجا هم میدونی نقطه اوه و میدونی این نقطه ام اینجا از دو ضلع زاویت به یه فاصله است. یعنی چی؟ یعنی شما میدونی که اینجا اگه MH رو بکشی، اینجا MH پریمو، اینا با هم برابرن. اینجا رو مثلا بذار H، اینجا رو هم بذار H پریم. شما میدونی که فاصله M از دو تا ضلع برابره، پس MH مساوی میشه با MH پریم. میخوای ثابت کنی که این روی نیم سازه. برای این کار اول باید بیای نیم ساز رو رسم کنی. تو نمیدونی نیم سازه دیگه. میگی بیا از همین نقطه M خطی بکش که از O رد بشه. یعنی یه پاره خط بکش از نقطه O شروع بشه، بیاد از M رد بشه. دوباره ثابت کن این دوتا مثلث با هم نهشتن. اینو که دیدی که MH مساوی با MH پریمه. دوباره اینا 90 درجه ان قطعا دیگه، چون وقتی بحث فاصله نقطه از خط میاد قطعا باید خطا عمود باشه. OM مساوی شد با OM، مشترک شد. حالا بنا به حالت یک ضلع و وتر، در واقع وتر و یک ضلع، این دوتا مثلث با همدیگه همنهش شدن. و حالا که اینا با هم همنهش شدن، میتونی بگی آقا O1 مساوی میشه با O2. کدوم پاره خط یا کدوم بهتره بگیم نیم خطی که یک زاویه رو نصف میکنه؟ نیم ساز دیگه. وقتی زاویه O1 مساوی با O2 باشه، متوجه میشی که آقا این OM نیم سازه. در واقع این شد نیم ساز. و اینم ما جوری رسم کردیم که از M رد بشه دیگه. پس قطعاً نقطه M روی نیم سازه. ثابت شد. و اما رسم نیم ساز. خب برای رسم نیم ساز از همین قضیه هایی که الان ثابت کردیم استفاده میکنیم. فرض کنین یه زاویه است توی نهایی به داده و گفته آقا بیا نیم ساز اینو رسم کن. ما باید نقطه ای رو پیدا کنیم این وسط که فاصلش از دو تا ضلع به یه اندازه باشه، از او به اون وصل کنیم میشه نیم ساز. خیلی خب، برای پیدا کردن این نقطه میای میگه آقا دهانه پرگار رو به اندازه دلخواه باز میکنی، یه کمان میزنی که دو تا ضلع زاویت رو قطع کنه. فرض کنید اومد دو تا ضلع زاویه رو مثلا توی M و M پریم قطع کرد. دهانه پرگار رو این دفعه میای بیشتر از نصف فاصله این دو تا نقطه باز میکنی. مثلا اگه فاصله اینا 4 سانت بود، بیشتر از 2 باز کن. یه کمان میزنی به مرکز M پریم، مثلا فرض کنید این شد یه کمان. یه کمان هم میزنی به مرکز M که همدیگر رو توی یه نقطه قطع کنن. این نقطه الان چه ویژگی داره؟ فاصلش تا M برابر میشه با فاصلش تا M پریم. اگه بیای از این O به این نقطه وصل کنی و ادامه بدی، میشه نیم ساز زاویه شما. خب قبل اینکه بخوایم بریم سراغ قضیه تالس، یه سری رابطه رو تحت عنوان نسبت تناسب باید براتون اثبات کنم. ببینید، اولین موضوعی که میخوایم بررسی کنیم طرف این وسط اینه. ما اگه داشته باشیم آ بیوم مساوی با سی دیوم، حالا تو تمام این کسرایی که داریم میگیم مخرجا مخالف صفر تصور میشه دیگه. اجازه داریم اینا رو طرف این وسط این کنیم، یعنی بگیم آی ضرب در دی مساوی میشه با بی ضرب در سی. ببینید شما مثلا داری 1/3 مساوی با 2/6. اینو میتونی طرف این وسط این کنی. 1/6 6 مساوی میشه با 3 دوتا هم که میشه 6 تساوی برقرار. برعکس این موضوع هم ما داریم، یعنی مثلا اگه فرض کنید همچین چیزی این تیکه رو داشتی، میتونی از این نتیجه بگیری که آ بیوم مساوی میشه با سی دیوم. یعنی این بی رو برداری از این طرف بندازی تو مخرج اینجا، هر کدوم از اینا رو دوست داشتی بندازی تو مخرج اون طرف. این هم برقرار. موضوع بعدی که میخوایم بررسی کنیم معکوس کردن طرفینه. ما اگه داشته باشیم مثلا 1/2 مساوی با 2/4، میتونیم طرفین اینو معکوس کنیم. این طرف معکوس بشه میشه 2، این طرف معکوس بشه میشه 4/2 که اینا با هم مساویان. مورد بعدی که میخوایم بررسی کنیم عوض کردن جای طرفین با وسطین. میگه اگه ما داشته باشیم آ بیوم به روی سی دیوم، حالا این وسطی ها فعلا در نظر نگیرین، میتونی بیای آقا این سی رو از اینجا بیاری تو مخرج این، بی رو ببری تو صورت اون طرف. ببین مثلا داری 2/4 مساویه با 3/6. اجازه داری این 6 رو بیاری به جای 2 بشه 6/4 مساوی با 2 رو ببری جای 6 3/2. این تساوی بازم برقراره. یا مثلا میتونستی این دوتا رو جابجا کنی، 3 رو ببری جای 4 رو بیاری جای 3.
عوض کردن جای طرفین با وسطین. خب مورد بعدی که میخوایم بررسی کنیم ترکیب در صورت و ترکیب در مخرجه. میگه آقا اگه داشتی A به روی B مساویه با C به روی D، میتونی بیای این A و B رو جمع کنی تو صورت بنویسی تقسیم بر همون B، این طرف هم بیای C رو به علاوه D کنی تقسیم بر همون D. اثباتش چی میشه؟ ببین طرفین این تساوی تو میتونی به علاوه 1 بزنی دیگه، یعنی داری A بیوم به علاوه 1 مساویه با C دیوم به علاوه 1. حالا اگه بیا اینجا یه مخرج مشترک بگیری، یعنی به این یکات مخرج 1 بدی، تو هر طرف مخرج مشترک بگیری، این طرف مخرج مشترک میشه B، این A خودش 1 ضرب در B شده، این یکم باید ضرب در B بشه، به علاوه B مساوی میشه با این طرف هم همین کارو بکنی، میشه C به علاوه D تقسیم بر D. ترکیب در مخرج دو تا معکوس کردن داره، یعنی شما داری A بیوم مساویه با C دیوم، اول بیا طرفین رو معکوس کن، میشه B به روی A مساویه با D به روی C. حالا یه ترکیب در صورت بزن که قبلا اثباتش کردیم، میشه A به علاوه B تقسیم بر A مساویه با C به علاوه D تقسیم بر C. یه بار دیگه معکوس کن، میشه A به روی A به علاوه B مساویه با C به روی C به علاوه D. این هم شد ترکیب در مخرج. به همین شکل میتونی تفضیل در صورت و تفصیل در مخرج هم اثبات کنی، فقط کافی یه -1 به طرف این اضافه کنی دیگه، در واقع اینجوری یه -1 این طرف بدی، یه -1 این طرف، دوباره مخرج مشترک، دقیقاً شبیه حالت بالا. قضیه تالس میگه اگه توی یه مثلث بیایم پاره خطی رسم کنیم که موازی یکی از ضلعامون باشه، الان ما مثلا اومدیم DE رو رسم کردیم موازی BC و توی 2 تا نقطه بیاد اون 2 تا ضلع دیگر رو قطع کنه، مثلا اومده توی نقطه D ضلع AB رو قطع کرده، توی نقطه E هم ضلع AC رو قطع کرده. اون موقع این پاره خط ضلعامون رو متناسب قطع میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه این پاره خط DE موازی BC باشه، اون موقع AD یعنی اینجا به روی BD یا DB فرقی نداره، مساوی میشه با AI به روی EC. این قضیه تالسه که میگه آقا پس اگر شما بیای یه دونه پاره خط رسم کنی که موازی یکی از ضلعای مثلثت باشه، 2 تا ضلع دیگر رو قطع کنه، همچین نسبتی به وجود میاد. حالا میخوایم اثباتش کنیم. ببینید برای اثبات این قضیه باید از برابری مساحت‌های 2 تا مثلث استفاده کنیم. فرض کنید که ما بیاییم از این نقطه B به نقطه E وصل کنیم و از نقطه D هم به نقطه C وصل کنیم. الان قبول داریم که مساحت مثلث DEB مساوی میشه با مساحت مثلث DEC. حالا دلیلش چیه؟ ببینید مساحت اینا رو که بخوایم با استفاده از این قاعده اینجا بنویسیم، قاعده DE، ارتفاعهاش میشه چی؟ ارتفاع این 2 تا مثلث برای این قاعده کافیه اینجا رو ادامه بدیم، این طرف هم ادامه بدیم، یعنی این خط DE رو ادامه بدیم، این ارتفاعشونه دیگه، این ارتفاع این طرف، حالا یکم کج شد، این هم ارتفاع این طرف و این ارتفاع با هم برابرن. چرا برابرن؟ چون این 2 تا پاره خط با هم موازی بودن. الان شما میدونید که پاره خط DE موازی با پاره خط BC، پس فاصله هاشون با هم برابره. حالا این قاعده اینجا مشترک شده، قاعده DE مشترک. الان مساحت مثلث DEB رو که بخوای بنویسی، میگه قاعده که میشه 1/2 قاعده، یعنی 1/2 DE ضرب در این مثلا BH. مساحت این هم بخوای بنویسی، مساحت این مثلث این طرف، باز میگه 1/2 DE، خب این که مشترک شد، ضرب در CE. خب CE هم که مساوی با این بود، پس مساحتاش با هم برابر. این تا اینجا. پس قبول کردیم که مساحت این 2 تا مثلث با هم برابر شد. فرض کن میخوای مساحت این 2 تا مثلث رو با قاعده DB و قاعده EC رسم کنی. ارتفاع میشه کجا؟ ارتفاع اون مثلث این طرفیمون میشه این دیگه، یعنی از اینجا بیای به این عمود کنی، به ادامه این عمود کنی. و ارتفاع این پاره خط اینجا میشه کجا؟ یعنی ارتفاع اون قاعده اونجا هم میشه اینجا. فرض کن مثلا اسم اینو بذاری F، اسم این یکی دیگر هم بذاری F پریم. الان ما بخوایم مساحت این 2 تا مثلث رو با استفاده از اینا بنویسیم، چی میشه؟ مساحت مثلث این طرفمون یعنی مساحت مثلث اینجا، این مثلث میشه 1/2 قاعده که میشه BD ضرب در EF.
مساحت این طرف هم میشه 1/2 EC ضرب در ارتفاع که میشه DF پریم. میخوایم این دفعه مساحت ها رو با استفاده از این بنویسیم، ولی قبلش یه چیزی، این مثلث بالا رو در نظر بگیر، مثلث ADE. قبول دارین الان مساحت مثلث ADE تقسیم بر مساحت مثلث BDE مساوی میشه با مساحت مثلث دوباره ADE به روی مساحت مثلث DEC. حالا چرا؟ صورت ها که با هم برابرن، هیچی، مخرجا رو ما الان بالا ثابت کردیم با هم برابرن دیگه. بیا مساحت این دوتا مثلث رو بنویس. حالا مساحت ADE رو یه بار بیا با این ارتفاع و این قاعده بنویس، یعنی میشه 1/2 ارتفاعش که هست EF ضرب در قاعدش هم که هست AD تقسیم بر مساحت این مثلث پایینت هم با استفاده از اون قاعده و ارتفاعی که گفتم بنویس دیگه. یعنی بگو میشه 1/2 قاعدش که هست این BD ضرب در ارتفاعش که هست EF. این طرف تساوی هم دوباره مساحت مثلث میشه 1/2. بیا این دفعه با این ارتفاع بنویس، مساحت این مثلث بالا رو با ارتفاع DF پریم ضرب در قاعدش که میشه AI. این تقسیم بر مساحت این هم که با استفاده از همون ارتفاع و قاعده‌ای که گفتم بنویس دیگه. قاعدت میشه EC، ارتفاعت هم که میشه DF پریم. اگه دقت کنین یه سری چیز اینجا قراره با هم دیگه خط بخوره. این 1/2 با این 1/2، این 1/2 با این 1/2، EF با این EF، یعنی از این طرف تساوی کلاً موند AD به روی BD. این طرف هم 1/2 که خورد DF پریم با این DF پریم خط میخوره، یه AI تو صورت میمونه و یه EC توی مخرج. خب این همین چیزی شد که ما میخواستیم دیگه. خب یه بار پس مرور کنیم با هم دیگه. اومدیم اول گفتیم آقا مساحت این مثلث اینجا با این مساحت مثلث این طرف برابره، چون قاعدهشون مشترک بود، ارتفاعش برابر بود. بعد اومدیم این نسبت رو نوشتیم و مساحت مثلث ها رو با استفاده از ارتفاع و قاعده های جدید نوشتیم. مساحت این بالایی رو یه بار با این ارتفاع EF و قاعده عادی نوشتیم، یه بار اومدیم با قاعده AI و ارتفاع DF پریم نوشتیم. مخرجا رو اومدیم یه بار با این قاعده اینجا و این ارتفاع اینجا کشیدیم، یعنی قاعده EC و ارتفاع DF پریم برای این مثلث این طرفیه. یه بارم برای مثلث این طرف همون شکلی که دیدیم با اون ارتفاع و قاعده دیگه‌اش نوشتیم. خط خوردنی ها رو خط زدیم و چیزی که موند همون قضیه تالسی بود که ما می‌خواستیم. اثبات قضیه تعمیم تالس. اولا که تعمیم تالس اینه، میگه آقا ما توی خود تالس داشتیم AD به روی BD مساوی با AI به روی EC، در صورتی که این خط DE با پاره خط BC ما موازی باشه. تعمیم تالس چی میگه؟ میگه آقا AD به روی AB، یعنی اینجا شما داشتی جزء به جزء، این جزء اینجا به این جزء اینجا، توی تعمیم تالس میگه این جزء بالا به کل این مساوی میشه با جزء اون طرفیت یعنی AI به کل اون خطت AC و این مساوی میشه با اون خط موازیه‌ای که کشیده بودی یعنی DE به روی BC. اثبات این سمتش که کاری نداره دیگه، یه ترکیب در مخرج بزنی کار در میاد. یعنی شما بگی AD به روی BD، یه ترکیب در مخرج بزنی تو مخرجت میشه AD به علاوه BD که این میشه همون AB. یعنی این قسمت تساوی اینجامون هیچ. میخوایم این قسمت رو اثبات کنیم. برای این کار اولین کاری که باید انجام بدیم اینه، میای موازی یکی از خطات، من یه لحظه اینا رو پاک کنم، میای موازی خط آبی مثلا از نقطه E طوری رسم میکنی که این BC تو قطع کنه. یه اسمم براش میذاری، مثلا بیا اسمشو بذار F. حالا دو بار قرار قضیه تالس رو بنویسیم. البته قضیه تالس
و چیزایی که میتونیم از قضیه تالس بکشیم بیرون. ما مثلا اینو داشتیم تو قضیه تالس، حالا میتونیم اینا رو معکوس کنیم طبق ویژگی‌هایی که توی تناسب خوندیم. میتونیم ترکیب در صورت بزنیم، ترکیب در مخرج بزنیم. مثلا ببینید ما توی قضیه تالس گفتیم آدی به روی بیدی مساوی میشه با آیی به روی ایسی. خب برعکس این هم هست دیگه. مثلا شما میتونی بگی بیدی به روی دی آ مساوی میشه با ایسی به روی آیی. معکوس کردیم طرف اینو. یا میتونیم این قسمت که دیدین دیگه با یه ترکیب در مخرج ثابت میشد. مثلا میتونی برعکس اینو بگی آقا بیدی به روی بی آ مساوی میشه با ایسی به روی سی آ. این چیزایی که میتونی از توی خود تالس بکشی بیرون. میخوایم از اینا استفاده کنیم، این قسمت سوم رو برای خودمون اثبات کنیم. خیلی خوب. یه بار میای این تناسب رو برای این مثلث ABC مینویسی با فرض این که DE موازی BC. ببینید دیدیم که DE موازی بود با BC. از این میتونی نتیجه بگیری که طبق این قسمت اولی که ما قبول کردیم AD به روی AB مساوی میشه با AE به روی AC. این که تا اینجا. یه بار دیگه بیا به این قضیه نگاه کن که الان این خطت هم با این موازی شد دیگه. ما گفتیم از نقطه ای خطی موازی AB رسم میکنی که توی این نقطه بیاد BC رو قطع کنه. حالا بیا قضیه تالس رو یه جوری توی این بنویس. چطوری؟ اینجوری که آقا میگی BF به روی BC مساوی میشه با AE به روی AC. اینو در این صورت نوشتیم که ما میدونیم EF موازی AB. یه چیز دیگه هم شما میدونی دیگه، اینجا رو اگه دقت کنی این خط با این خط موازیه، این خط هم با این خط موازیه. 4 ضلعی اینجا تبدیل میشه به متوازی الاضلاع. 4 ضلعی که ضلعای روبروش 2 به 2 موازی باشن میشد متوازی الاضلاع. پس میتونی نتیجه بگیری که آقا این BF مساوی میشه با DE. این یکی از ویژگی های متوازی الاضلاع بود دیگه. حالا شما این DE رو بردار اینجا بذار به جای BF، یعنی اینجا بذار DE. مساوی هم بودن دیگه، مشکلی نداری. حالا اینو به عنوان یک در نظر بگیر، این تساوی رو یا اون تناسب رو بهتره بگیم. اینم به عنوان 2. ببین این قسمت های دومشون با هم برابرن دیگه، یعنی داری آیی به روی آسی. وقتی اینا با هم برابرن قسمت های اولم مجبورن با هم برابر باشن. یعنی چی؟ یعنی آدی به روی آبی مساوی میشه با DE به روی BC. این همون چیزیه که ما می‌خواستیم ثابت کنیم دیگه. ببین آدی به روی آبی مساوی بشه با DE به روی BC. این هم که مساوی این بود، پس هر سه تاشون با هم دیگه برابر میشن. این هم شد اثبات تعمیم تالس که فوق العاده مهمه. میرسیم به عکس قضیه تالس. ما توی قضیه تالس میگفتیم اگر DE موازی BC باشه این نسبت برقراره. توی عکسش چی میگیم؟ میگیم اگه این نسبت برقرار باشه اونا باید موازی باشن. برای اثبات این قضیه باید از برهان خلف استفاده کنیم. برهان خلف میومد میگفت فرض کنین که حکم اشتباهه، یعنی فرض میکنیم DE موازی با BC نیست. خب ما فرض میکنیم DE موازی با BC نباشه. میایم اینجا یه خط میکشیم که موازی BC باشه. مثلا فرض کنید این خطو ما در نظر میگیریم که موازیه و اسم این نقطه برخوردم برای خودمون مثلا بذاریم ای پریم. حالا با این فرض که الان دی ای پریم موازیه با بی سیه میریم جلو تا به تناقض برسیم. قضیه تالس رو ما قبلا اثبات کردیم، یعنی اگه دی ای پریم موازیه با بی سی باشه باید تالس توش برقرار باشه، یعنی آدی به روی بی دی باید مساوی باشه با آ ای پریم به روی ای پریم سی. خب حالا اگه دقت کنید طرفین این تساویامون قسمت‌های اولش با هم برابرن، مجبورن قسمت‌های دومش با هم برابر باشن. یعنی شما داری آی به روی ای سی مساوی با آی پریم به روی ای پریم سی. اگه بیا اینجا یه ترکیب در مخرج بزنی این طرف میشه آی به روی آی به علاوه ای سی میشه آسی دیگه، مساویه با این طرف هم یه ترکیب در مخرج بزن میشه آی پریم به روی
آی پریم به علاوه ای پریم سی هم میشه دوباره آسی. مخرجا برابره تو این تناسب، پس باید صورت‌ها هم با هم برابر باشن. یعنی آی مساوی بشه با آی پریم. خب وقتی آی مساوی با آی پریم شده چه نتیجه میگیری؟ نتیجه میگیری که این نقطه ای و نقطه ای پریمت بر هم منطبقن دیگه. در غیر این صورت که این دوتا پاره خط با هم برابر نمیشن. ما فرض رو چی گرفتیم؟ فرض گرفتیم که اینا موازی نباشن. وقتی اینا موازی نبودن اومدیم موازیه رو کشیدیم و ای پریم با ای باید فرق می داشت دیگه، به تناقض رسیدیم. الان ما دیدیم ای و ای پریم بر هم منطبقن، پس حکم نمیتونه اشتباه باشه و باید حکم اولیه‌مون درست باشه. این حکم نادرست شد. خب حالا میرسیم به روابط طولی در مثلث قائم الزاویه. فرض کنید یه مثلث قائم الزاویه ABC داریم و اومدیم ارتفاع وارد بر وترش رو رسم کردیم، اسم پایه ارتفاع هم گذاشتیم H. یه سری رابطه بین این اضلاعی که به وجود اومده برقراره. اولا که این سه تا مثلث با هم متشابهن، یعنی مثلث AHC متشابه با مثلث ABH و این متشابه با مثلث بزرگمون یعنی ABC. پس ما میتونیم بیایم از نسبت‌های تناسب توی اضلاع متناظر در دو مثلث متشابه استفاده کنیم. حالا اون روابط طولی چی هن؟ اولین رابطه میگه آقا AB به توان 2، یعنی این ذیل اینجامون به توان 2 مساوی میشه با BH ضرب در BC. دومین رابطه میگه شبیه همون، این دفعه AC به توان 2 مساوی میشه با CH ضرب در BC. و آخرین رابطه ای هم که میخوایم اثباتش کنیم اینه که AH به توان 2، یعنی اون ارتفاعمون به توان 2 مساوی میشه با BH ضرب در CH. یعنی این ارتفاع به توان 2 میشه این قسمت ضرب در این قسمت. حالا برای اثبات اینا ما نیاز داریم به همون نسبت‌های اضلاع متناظر. باید بیایم یه مثلثایی رو به عنوان مثلث متشابه در نظر بگیریم از این سه تا، یعنی دو تاشون رو متشابه بگیریم، نسبت‌های مثلثاتی رو بنویسیم. حالا بریم سراغ اثباتاشون. برای اثبات قسمت اولمون ببینید ما میدونیم که الان این مثلث اینجا یعنی مثلث ABH هم نهشت هست با مثلث بزرگه یعنی ABC. میخوایم بیایم یه سری نسبت رو اینجا بنویسیم. قبول دارین الان وتر این مثلث کوچیکه که میشه AB به روی وتر مثلث بزرگه که میشه BC مساوی میشه با، فرض کنید بیایم اینا رو اندازه بدیم بهش. مثلا اینو بذاریم C، این طبیعتاً میشه 60، این میشه C و این میشه 60. الان دیدین که وتر این مثلث کوچیکه به وتر مثلث بزرگه مساوی میشه با، بیاین ذیل‌های روبرو به زوایای 60 درجه رو تو اینا بنویسین. تو کوچیکه میشه BH، توی بزرگه روبروی 60 درجه چیه؟ AB. حالا با یه طرف این وسطه اینجا میشه AB به توان 2 مساوی با BC ضرب در BH. برای اثبات دومی همین رو می نویسیم. این دفعه این مثلث کوچیکه رو با مثلث بزرگه می گیریم. یعنی میگیم وتر این مثلث کوچیکه که میشه AC به روی وتر مثلث بزرگه که میشه BC مساوی میشه با، برای این طرف تساوی این دفعه CH رو میگیری به روی، ببینید CH الان توی مثلث کوچیکه روبروی کدومه؟ CH مون میشه اینجا روبرو به زاویه 30 درجه. روبروی زاویه 30 درجه توی مثلث بزرگه چیه؟ AC. یه طرف این وسط این دوباره AC به توان 2، اون طرفش هم که میشه BC ضرب در CH. برای اثبات آخری هم که داریم این ارتفاع به توان 2 میشه این قسمت ضرب در این قسمت، میای تناسب رو توی دوتا مثلث کوچیک در نظر میگیری. میدونی که آقا اون دوتا مثلث کوچیکا با هم متشابهن. حالا میتونی بیای از این نسبت‌ها استفاده کنی که بگی AH به روی CH. ببینید AH میشه ضلع روبرو به زاویه 30 درجه توی این مثلث. AH به CH کجاه؟ CH میشه ضلع روبرو به
زاویه 30 درجه توی کوچیکتره مساوی میشه با قسمت دومت بنویس BH به روی AH. BH به روی AH. اینو از کجا آوردی؟ BH رو پیدا کن. ببین BH اینجاه، میشه ضلع روبرو به زاویه 60 درجه توی مثلثی که نسبتاً بزرگتره. ضلع روبرو به زاویه 60 درجه توی مثلث کوچیکه کجاه؟ AH دیگه اینجاه. یه طرف این وسطه میشه AH به توان 2 مساویه با BH ضرب در CH. اینم از اثبات روابط طولی مهمی که احتمالاً توی نهایی یکی از این اثبات‌ها رو حداقل می‌بینید. حتما این اثبات‌ها رو کار کنید، دست به قلم بشید و بنویسید. خب مرسی ازتون که تا آخر این ویدیو هم همراه ما بودید. مسئله همراه شما. هر سوالی، هر مسئله‌ای که براتون مشکله توی کامنت‌ها بنویسید. انشالله وقت پیدا کنیم برای اونها هم ویدیو ضبط کنیم تا مشکلات شما تک به تک حل بشه. یا علی، خدا نگهدار.